كمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة. درس از کتاب فقه اکبر امام ابو حنیفه رحمه الله. به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام. درس نهم، آفرینش موجودات از نیستی. خلق الله تعالى أشياء لا من شيء، وكان الله تعالى عالما في الأزل بالأشياء قبل كونها، وهو الذي قدر الأشياء وقضاها، ولا يكون في الدنيا ولا في الآخرة شيء إلا بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره وكتبه في اللوح المحفوظ، ولكن كتبه بالوصف ولا بالحكم. خداوند موجودات را آفریده است، اما نه از روی چیزی دیگر، یعنی از نیستی آفریده است. خداوند قبل از وجود موجودات از ازل عالم بود و این خداوند متعال است که هر چیزی را به اندازه آفریده و فیصله کرده است. هیچ چیز در دنیا و در آخرت جز به مشیت و علم و فیصله و تقدیر خداوند متعال به وجود نمی آید. ذاتی با عظمتش همه چیز را در لوح محفوظ نوشته، اما با توصیف نوشته است، نه با حکم. خداوند تعالی خلق کرد اشیا و عالم را نه از چیزی نه از ماده، مانند آدم، خاک، آب، گیل، سنگ، حرکت، تاریکی و غیره. الله تعالی از غیر مثال سابق خلق کرد. اگرچه بعضی اشیا از بعضی دیگر خلق کرده شده است، ولی اصل آن از هیچ آفریده شده است. یعنی الله تعالی از عدم، از نیستی اشیا خلق کرد. و بود الله تعالی عالم و دانا در ازل به همه اشیا پیش از بودنشان و تحققشان در عالم پیدایش. نگرید به آیت 140 سوره احزاب. الله تعالی اشیا را پیش از خلق شدنشان با رنگ و نوع می دانست. الله تعالی طبق اراده خود اشیا را تقریر کرده است و بنابر حکمت خود در انشا و ایجاد خود حکم و قضا کرده است. دلیل گفته بالا در حدیث آمده است که اولین چیزی که الله تعالی خلق کرد قلم بود و امر کرد به آن که بنویس. قلم گفت یا رب چی نویسم؟ الله تعالی گفت بنویس آن چی را که کائن است تا روز قیامت. از این جهت است که اهل حق گفتند حقیقت اشیا ثابت است. اشیا است و نه وهمند و نه خیال. و فرموده اند حضرت امام که تقدیر نیکی و بدی همه از الله تعالی است. اگر کسی تقدیر نیکی و بدی را از غیر الله تعالی داند کافر است و توحیدش باطل. پیدا شدن همه اشیا وابستگی دارد به امر الله تعالی. گروه عقیده دارند که همه اشیا حقیقت ندارند. اینها همه وهم و خیالند، مثل خواب دیدن. این عقیده باطل است. و نیست در دنیا و آخرت چیز موجود و حادث در کدام حالتی که باشد مگر که هست به مشیت و اراده او تعالی و علم او و قضای او و قدر او و موافق نوشته وی است در لوح المحفوظ. لیکن کتابت الله تعالی در حق کل شیء به وصف است نه به حکم، یعنی که شیء چنین و چنان است. نوشته نکرد که شیء باید چنین و چنان باشد، چون که در وقت کتابت در لوح المحفوظ اشیا وجود نداشتند. پس تقدیر آنها را به وصف و صفت نوشته کرد که به زودی اشیا موافق قضای او پیدا می شود، نه بنابر وجه امر او. اگر به امر می شد باید که آنها همه اش در وقت کتابت در لوح المحفوظ موجود می بودند. درباره وصف و حکم یک مثال می آوریم تا به شما فهمه شود. مثال یک شخصی گناهکار که در این دنیا راه بد را اختیار می کند و می گوید که خداوند در تقدیر من این راه را نوشته است، برای همین من گناه می کنم. ما می گوییم که بله خداوند این را در تقدیرت نوشته است با وصف نه با حکم. یعنی که خداوند می دانست که تو
خودی تو در این دنیا همین راه را اختیار میکنی، همان را نوشت، نه حکم کرد که تو باید همین راه را اختیار کنی. یعنی اختیار از جانب توست. و چون خداوند با علمش میدانست که تو در این دنیا این راه بد را اختیار میکنی، خداوند با علمش وصف کرده نویست، نه با حکم. یعنی حکم نکرد که تو باید این راه را اختیار کنی. اگر چنین میشد این ظلم بود و خداوند به هیچ یکی از بندگانش ظلم را روا نمی‌بیند. پس ای برادر و خواهر مسلمانی که گناه کرده و میگویی که این را الله در تقدیر من نوشت، به هوش آی. الله سبحانه و تعالی به هیچ یکی از بندگانش ظلم را روا نمی‌بیند و نمی‌خواهد. این عملی که تو انجام دادی، این گناهی که تو انجام دادی با اختیار خودی توست و توبه کن و بازگرد و عقیده اسلامی را بیاموز. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك و نتوب الیک. با همین درس امروزه را به آخر می رسانیم و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیشه گرفتند. بذكر الإله وتصفى